حدوداً 2 سالی میشه که ما آموزش‌های با موضوع فیلترینگ رو داریم بهتون آموزش میدیم و تو این 2 سال خیلی از افراد می اومدن میگفتن که ما از طرف دیتا سنترها داریم اخطار میگیریم، ابیوز میخوره سرور ما و میان سرور ما رو حذف میکنن، یا حتی میان به ما اخطار میدن که مثلا این اگه تکرار بشه ما میایم و اکانت شما رو در مجموع حذفش میکنیم. و یکی از ساده ترین کارها این بود که ما بیایم جلوی این ابیوزها رو با فایروال خود سرور بگیریم، یعنی UFW. احتمالاً بارها و بارها دیدید که من دارم اسمش رو در حین آموزش میارم. منتها بخواید دستی خیلی از این گزینه‌ها رو فعال بکنید، چه پورت‌های باز باشن چه پورت‌های بسته باشن، و برای SSH لیمیت بذارید و یا یه سری IP محلی یا IP به خصوص رو ببندید، این کار دشواری مخصوصا برای افراد مبتدی بود و حتی برای افراد حرفه‌ای به هر حال وقتگیر بود. امروز با یه اسکریپت بسیار ساده اومدیم که میتونه این کار رو خودکار برای شما انجام بده و البته آپدیت هایی هم قراره که روی این اسکریپت انجام بشه. خیلی نمیخوام وقت ویدیو رو بگیرم، سریع میریم سراغ آموزش. ایمان هستم، به کانال خودتون خوش اومدید. خب همونطور که توضیح دادم خیلی از بچه‌ها مشکل داشتن که سرور ما ابیوز میخوره و دچار مشکل میشه، مخصوصا توی سرورهای هتسنر بسیار بیشتر این اتفاق میافتاد. خیلی از دوستان نمیتونستن فایروال رو کانفیگ بکنن، دچار مشکل میشدن و این اتفاقات بیشتر میشد. اسکریپت بسیار ساده‌ای که امروز میخوایم اون رو نصب بکنیم کارش همینه، میاد فایروال رو پیکربندی میکنه و به نظر من هر سروری که دارید این رو نصب بکنید، یعنی اول بیاید این سرور رو نصب بکنید یا آخر نصب بکنید، فرقی نداره. ویژگی کلیدیش هم میتونید بخونید. یه سری قوانین امنیتی برای مسدودسازی ورودی و خروجی ها رو میاد اجرا میکنه، از TCP و UDP پشتیبانی میکنه، محدودیت SSH رو حالا بیایم پایینتر یه سری راهنما و قوانین گذاشته، مسدودسازی محدود IP های خصوصی و غیره، همه رو اینجا براتون توضیح داده. اسکریپت کار کردن باش بسیار ساده است. ما یک سرور گرفتیم از سایت افسونه‌نویس، یه سرور قدیمی داشتیم از قبل، یه سرور جدیدتر هم گرفتیم و شما توسط این سایت میتونید با تخفیف 35% از طرف ما از این سایت خرید بکنید. قیمتاشون بسیار مقرون صرفه است و این سایت نماینده سایت نیتروکلاد هستش. اگه شما میخواید با پیپل یا رمزارز خریداری بکنید میتونید از نیتروکلاد هم استفاده بکنید و یا از نماینده خودشون یعنی افسونه‌نویس شما بیاید سرور خودتون رو خریداری بکنید. هاست دارن، سرور مجازی دارن، آلمان، ترکیه، فرانسه، انگلیس، هلند، کانادا و سرورهای مجازی ایران همه رو در اختیارتون قرار میدن. سرورهای اختصاصی هم دارن. مثلا ما اینجا سرور مجازی آلمان رو اگه بریم، همونطور که می‌بینید سرورهای مجازی با سخت افزارهای مختلف اینجا در اختیار شما قرار گرفته که میتونید بسته به نیاز خودتون سفارش بدید. ما هم اینجا 2 تا سرور داریم، یکی از این سرورها ران میکنیم. مثلا آلمان رو اطلاعات سرور اینجا در اختیار ما قرار گرفته. اگه بچه‌ها هر جایی رو خراب کردید از قسمت اینستال شما میتونید مثلا سیستم عامل خودتون رو انتخاب بکنید و بیاید رینستال بکنید، یعنی سرور خودتون رو خام بکنید دوباره. خب من این آی پی رو میگیرم، میام تو قسمت هاست قرار میدم، یوزرنیم روت هست، پورت 22، پسوردم که برای من ایمیل شده. واردش میشیم، نیو ترمینال، یک بار دستور apt آپدیت رو میزنیم، خیلی سرعت بالایی داره. کلیر رو میزنیم. ببینید حالا مهم نیست شما اومدید XUI نصب کردید، هیدیفای نصب کردید، مهم نیست. شما این اسکریپت رو میگیرید اینجا رانش میکنید. من اینو بزرگترش بکنم. ببینید روی 90% سرورها UFW که همون فایروال هست نصب هست. ممکن رو بعضی از سرورها نباشه. شما بعد از اینکه apt آپدیت رو زدید بزنید sudo install UFW اینتر رو بزنید. شروع میکنه به نصب کردن. نصبش که تمام شد حالا اسکریپت رو جایگذاری میکنیم اینجا. منظورم اسکریپتی که از اینجا گرفتیم. اینتر رو میزنیم. میگه پورت TCP SSH منظور. میگه اینجا پورت SSH 22 هست. میگم آره. اگه نبود باید خود وارد بکنی. اینو ما توی رول های UFW این رو اضافه کرد. میگه میخواید لیمیت بذارید برای کانکشن های SSH. من حتما بهتون پیشنهاد میدم که این کار رو انجام بدید. بیشتر از یه نفر حداقل نتونه SSH بزنه. میزنم yes. این موضوع رو دقت بکنید.
آخرش گفته آیا میخواید پورت جدیدی اضافه بکنید؟ من میگم آره. این خب پورت چیه؟ مثلا میگم من توی XUI خودم دارم از پورت 443 استفاده میکنم برای کانفیگ های خودم. اینتر رو میزنم. دوباره میگه هست، میگه TCP یا UDP. دیفالتش TCP. اگه UDP بود که می‌نویسید UDP. اگه نبود کافی فقط اینتر رو بزنید چون دیفالتش TCP هست. میگه دوباره میخواید یه دونه پورت جدید اضافه کنید؟ میگم آره. یس. میگم پورت پنل من از 2087. اینا همه رو به دقت به دست بیارید و اینا رو وارد بکنید. توی آپدیت های بعدی قراره که این اسکریپت خودش شناسایی بکنه، ولی فعلا تو این ورژن این قابلیت قرار داده نشده. اینتر رو میزنیم. میگه TCP UDP. میگم TCP اینتر. میگه دوباره میخوای پورتی اضافه کنی؟ میگم نه این بار. ان رو میزنم و اینتر. خب کار تمام شده. اینجا چی نوشته برای ما؟ گفته پورت 22 443 و 287 هم حالا به صورت V4 و V6 یعنی IPv4 و IPv6 اینجا آزاد هستن. الاو داره، درسته؟ از هر جایی میتونه بیاد. اینجا چی؟ یه سری پورت‌های خصوصی تو شبکه‌های خصوصی همشون مسدود شده. اگه اینجا رو دقت بکنید همشون مسدود شده. ما حالا اینجا بیایم بزنیم سیستم CTL استاتوس UFW. همونطور که میبینید UFW ما فعاله. ما بیایم یه تست کوچیک بکنیم. من کلیر میذارم صفحه رو. من میخوام بیام اینجا پنل صنایع رو نصب کنم. بچه‌ها تا این پنل نصب بشه، اگه برای اولین بار با کانال ما آشنا میشید، من تو حوزه فیلترینگ و کامپیوتر و هوش مصنوعی سعی میکنم ویدیوهای جذابی براتون قرار بدم. حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید و لایک هم فراموش نشه. من اونجا پورت 2087 رو وارد کرده بودم، درسته؟ برم یه خورده بالاتر. حافظه‌ام یه خورده ضعیف شده. این 2087 درسته. تمام شد. من وارد میشم. یوزر پس میخواد. این پسورد وارد. من الان اگه یه کانفیگ ساده بسازم، پورتش هم باشه 443. امیدوارم حالا همین کانفیگ خیلی ساده جواب بده. خب من اومدم این کانفیگ جدید اینجا جایگذاری کردم. یه کنترل آر میگیرم، داره جواب میده، درسته؟ پورتش هم 443. من حالا بیام چیکار کنم؟ 443 و 287 و 22 رو اضافه کرده بودم دیگه. بیام اینجا کانفیگ رو تغییر بدم مثلا به 2020. روز ثانی رو بزنم. بیام کانفیگ اینم تغییر بدم به 2020 اینتر. خب پورت رو تغییر دادیم به 2020. یه دونه کنترل آر میگیریم. خب همونطور که میبینید دیگه جواب نمیده. چرا؟ چون ما اومدیم پورت ها رو محدود کردیم. یعنی گفتیم فقط پورت 443 و پورت 2087 باز باشن و پورت های دیگه همشون مسدود باشن. به همین سادگی. حتما بهتون پیشنهاد میدم که این اسکریپت رو روی سرورهای خودتون نصب بکنیم برای اطمینان خاطر. کار خیلی خاصی نمیکنه، ولی کاریه که مخصوصا برای افراد مبتدی که بلد نیستن با UFW کار بکنن، یا حتی برای افراد حرفه‌ای که خیلی حوصله ندارن دستی بیان کانفیگ بکنن، خیلی به دردشون میخوره. و برای خرید سرور هم با کد تخفیف شما میتونید به هاستینگ افزونه نویس که نماینده سایت نیتروکلاد هستش مراجعه بکنید و با کد تخفیف 35% ازشون سرور خرید رو بکنید. این نکته هم تا فراموش نکردم بچه‌ها، هر ترابایت فقط اینجا 30,000 تومانه. یعنی این یه چیز فوق العاده است. یعنی بابت هر ترابایت حجم اضافه فقط شما کافیه که 30,000 تومان پرداخت بکنید. علاوه بر اینکه سروراشون همشون IPv6 دارن، پنل مدیریت دارن و پشتیبانی بسیار خوبی که دارن، میتونه بسیار براتون مفید باشه. ویدیوهای دیگه کانالم ببینید. ویدیوهای بسیار خوبی رو در روزهای آینده قرار منتشر بکنیم. حتما کانال رو دنبال بکنید. اگه مشکلی داشتید تو قسمت کامنت ها بپرسید. خب همونطوری که دیدید ویدیو بسیار ساده ای بود و شما موفق شدید با این ویدیو پورت های آزاد رو ببندید و فقط پورت هایی که استفاده میکنید رو باز بذارید. این خیلی بهتون کمک میکنه، به امنیت سرورتون کمک میکنه. اگه از این دست ویدیوها لذت میبرید، اگه از آموزش های فیلترینگ، هوش مصنوعی، کامپیوتر استفاده میکنید، حتما تو قسمت کامنت ها بهم بگید. و اگه از این ویدیو لذت بردید لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید برام. ممنون از اینکه تماشا کردید. بدرود، خدا نگهدار.